من یک خانم اهل تشیع هستم. سنم 60 سالم است. من میال کنترل خودم میکنم مگر خیلی عصبی، خیلی احساساتی هستم. پیام من بر رهبران اهل تشیع افغانستان عبارت است: خلیلی، محقق، دانش. برادرای گرامی، برادرای افغانستان من، چرا شما نشستین قیام نمی کنین؟ در کجا خود قایم کردین؟ اهل تشیع امروز صدای احمد مسعود جوانمرد پنشیر برآمده، تنها مانده. چرا دستش نمیگیرین؟ چرا پشتش استاد نمیشین؟ خواهش میکنم از پیشتان. پلیس زن در غور به شهادت رسید، طفل در شکمش بود. دالخورای پاکستان آمد پنشیر بمباران کرد. قبر امچای مسعود ویران کرد، ما خبر شدیم. امروز قبر از او رو ویران کرد، فردا خانه تو رو خراب میکنه. اهل تصنع و اهل تشیع همه برادر و خواهر هستیم، از یک کشور هستیم. خواهش میکنم از پیشتان، خواهش میکنم ای که وارد افغانستان شده نه سونیست نه شیعه، ای وهابیست، ای افراطیست. در جنگ سوریه، در جنگ عراق سر بریدن، زنا را بردگی خود بردن، زنا را دست به دست فروختن، دخترای مردمه، زنای مردمه. حرامزادایش تمام روز BBC نشان میده. خواهش از پیشتان میکنم دیگه یک دست و با هم شوین، لبیک بگوین به سخن، به صدای احمد مسعود. احمد مسعودی دعای ما برات است، شب و روز قرآن در بغلم است. تار مویت خیانت نشوه و از خدا خواستیم 120 سال عمر کنی، در هر صدای تا بشنوم رئیس جمهور افغانستان شوی. من خودم یک اهل تشیع هستم. رای پیشوای مرا شما پیش بردین. مردای افغانستان، زبانهایتان زنا تیز است که ما مرد هستیم، مرد سالار هستیم. امروز ما ویدیوها رو میبینم کل زن برآمده. کجا قایم شدین؟ کجا چادرها رو در سرتان انداختین؟ در خانه به خانه پت هستین. ما ویدیوها رو که سعی میکنم کلتان در دوکان هستین، کلتان استاد هستین، دست زیر بغل سعی نشانه میکنین. ناموس شما را زیر زمین پایین کرده.